قرغانتپه به جشن نوروز عاشقان آهسته آهسته عادت می کند. نوابسته از باران شدید در کوچه ها زنهایی را می بیند که کرته چکن به بر کردند. چکن لباس جشنی است که رمز عشق را هم دارد. ترانه‌سراهای پاپ شهر نیز به خاطر روز ولنتین برنامه‌های کنسرتی برگزار می‌کنند. گل‌های انور هم امروز سرخری دارند. او از تغییر تصور خلق درباره این جشن اظهار خرسندی می‌کند، چون که غیر از بهره روانی این چنین برای او فایده مالی هم دارد. از جمع این منفعت‌ها خرسند است. نظر به چند سال پیش چقدر فرق میکنه؟ چند سال پیش جشن روز ولنتین را به پیندارهای مذهبی مخالف گفته انتقاد می‌کردند. حالا دیگر پیرانسالان هم با دستافشانی به افکار قبلی میگویند جوانان حقوق به انتخاب دارند. هر یک هست و با خودش هر یک با خودش آماده است دارد. حتی اینه که جوانان را که دو دیان گفتیان ما هم جوانان رو قبول کردن که دوران ما نبود که دیگه ما خیلی قبول میکنیم تو خیلی قبول میکنیم. و هم در شهر قرغانتپه جوانانی را دچار آمدیم که اختصاص دادن یک روز را به عاشقان دور از فهم خود میدانند. شما اگه کسی تبریک نکردین؟ گل رخسار و بهادر از دهه وحدت به شهر آمدند و بدون فرزندان این روز را میگذرانند. آنها میگویند که از آوان عائله‌دار شدنشان روز عاشقان را جشن میگیرند. یک وقت جدا میکنم، اگر روز کاریم که باشه من یک وقت معین جدا میکنم و همسرم رو هم این کس خریداری میکند، یکی هم که نباشه یک نسل که خریداری میکند من باشم برای در دهی که آنها زندگی میکنند مردم به تجلیل روز عاشقان نظری نیک ندارند، اما به گفته آنها این برای عطای لحظه های خوب به یکدیگر نباید مانع شود. هر نظر مردم دیگر است که ما با دیگران کار نداریم. ما هر سال است که همراه شوهرم این روز رو جشن میگیریم. به من روز بهترین است. گل رخسار میگوید حتی باران امروز هم به آنها پیام رحمت است و گشت و گذار عاشقانه آنها را رنگین تر می سازد. با باران هم نگاه نکرده ما امروز سیر و گشت کرده ایستادم. من بسیار امروز خرسند هستم. مبارک شود. خوشبخترین زن هستم که همچون شوهر دارم که در این روزها مرا به سیر و گشت تماشایی می‌برد. در کوچه های شهر قرغانتپه زنانی را هم واخوردن ممکن است که الکی تحفه های خود را گرفتند و در لبانشان خنده گل می کند. دو خیرمال سمکه باز شما را اگه جشن توفه میکنه؟ کدوشه دینه کرد. یک فرق امروز شهر این است که جفت ها زیادند. از چهره آنها پیداست که عید دارند. همچنین کسانی هم هستند که هنوز در انتظار فصل عشق خویشند. نه توفه دادنی هم نداره. یکم کسی نیست توفه کرد، یعنی تمنا میکنه پیدا شود.